ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 9 ماه سال 2023 در یک اطلاعیه خبر داد که نوار آتش گرفتن یک نابالغ در جریان مشق‌های ضد سوختار که در اینترنت نشر شد مورد سنجش قرار داد. در نتیجه معلوم گردید که این حادثه صحنه 6 ماه سال 2023 در مکتب میانه رقم 67 نویه سینوی پایتخت تاجیکستان رخ داده است. در اساس نقشه در مؤسسه مذکور مشق‌های مدافعه گرجدانی و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده گذرانیده شده است، ولی در جریان مشق‌ها از جانب مسئولین قاعده‌های بی خطری رعایت کرده نمی‌شوند که ضمن آتش سوزی پشت بدن خواننده صنف دوم مؤسسه مذکور آتش گرفته جراحت جسمانی برداشته است. میلیس پایتخت تاجیکستان گفت وابسته به حالت مذکور عین زمان از جانب کارمندان میلیسیا موادهای ضروری ترتیب داده شده با مقصد اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. روز 8 ماه سال 2023 در اینترنت ویدیویی نشر شد که در آن جریان مشق نجات آدمان هنگام سوختار در مکتب ثبت شده بود، اما طور در این نوار 36 ثانیه‌ای دیده می شود نجات بخشان لباس حربی در تن هنگام به خوانندگان تعلیم دادن راه‌های نجات آدمان از سوختار خود به اشتباه جدی را می‌دهند و در نتیجه لباس یک نابالغ آتش گرفته پوست بدنش می سوزد. طور در ویدیو دیده می شود طبق سناریوی مشق‌ها یک کودک باید با لباس در گرفته از درون سوختار بیرون بیاید و سه نجات بخش بدن او را با کرپه پیچونده این نابالغ را از سوختن نجات دهند، ولی نجات بخش‌ها آتش لباس بدن این نابالغ را خاموش کردن نمیتوانند و آن بیچاره خود را اول از دست این نجات بخشان خلاص کرده خودش لباس در گرفته را از بدنش میکشد، ولی الکی دیر شده بود. در نوار دیده می شود که کتف و دستان این نابالغ سوخته است. عجیب آن است که هنگام رخ دادن این حادثه زن رئیس مانندی هم دیده می شود که مثل جوری در پشت یک میز نشسته و چگونه کودک را از سوختار نجات دادن سوختار نشانها را نظارت می کند. این شب و روز در مؤسسه های گوناگون در تاجیکستان از جمله در مکتب‌ها مشق‌های آمادگی به زمین لرزه و نجات آدمان هنگام سوختار ادامه دارد.